زنجیره زده میشه، تشکیل میشه از پود کلفت و نازک. با فشار دادن انگشتم تارهای زیر چوب حاف مشخص‌تر میشه. ببینید میارم بالا، تست میکنم و متوجه میشم که تارها رو درست گرفتم. و حالا پود کلفت و با دقیق کوبیده میشه. برای گره زدن پود نازک، من پود نازکم رو به تار اول یه گره معمولی میزنم. میدونیم که پود نازک در مسیر چوب حاف عبور میکنه. ببینید در واقع الان پود نازک من برای 2 سری کشیده شده. الان شروع به کوبیدنش میکنم. یادمون نره که 1.5 تا 2 سانت نیاز داره که به همین ترتیب پود ضخیم و نازکمون رو بکوبیم.